به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهوری محترم تاجیکستان و پیشوای ملت، در روزهای پسین آقای قریشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاکستان را به حضور پذیرفتند. در این دیدار ایشان پیام مشخصی داشتند در رابطه با بحران افغانستان و اینکه چگونه این مسئله و این مشکل در افغانستان حل شود و چه مسائلی باید رعایت شود. طبیعتا افغانستان و تاجیکستان کشورهای همسایه هستند و صلح و جنگ در هر دو کشور و خیر و شر می تواند برای دیگر اثر بگذارد. بنابراین این یک حق بزرگ همسایگی هم بود که ایشان در رابطه با افغانستان ابراز نظر کردند. آقای حکمتیار پیامی بسیار روشن و انسانی رئیس جمهوری تاجیکستان را خوب نفهمیده بود. آقای حکمتیار همان گونه که معنی شهروند را نفهمیده بود و یک بار در کابل ابراز نظر کرد که شهروند یعنی رعیت، و خیال کرده بود که شهروند کسی هست که در شهر کابل زندگی میکند و رعیت هم کسی هست که در ده زندگی میکند. اون نفهمیده بود که یک کسی میتواند در یک ده دور افتاده زندگی کند اما آدم عاقل باشد، آدم هوشمند باشد، فعال سیاسی باشد، فعال مدنی باشد، حق شهرونده را بداند، در مسائل اجتماعی کشورش مداخله بکند و این میتواند شهروند باشد. اما ممکن است یک آدمی در مرکز، در پایتخت افغانستان، در کابل زندگی بکند اما شهروند نباشد. مثل خود آقای حکمتیار که واقعا نمیدانند معنی شهروند چی هست و طبعا شهروندانه هم عمل نمیکنند. بنابراین اینا نفهمیده بودند که رئیس جمهوری تاجیکستان چی چیزی را مراد داشت از این پیام و معنی واقعی پیامیشان چی بود. در عین حال آقای حکمتیار این پیام و این سخن را که آقای امام علی رحمان رئیس جمهوری محترم تاجیکستان هنگام پذیرش آقای قریشی گفته بودند نفهمید، با سوی تعبیر کرد. اونا در اون پیام به صراحت گفتند که ما خواهان این هستیم که در افغانستان حقوق همه اقوام رعایت شود، قوم حق کسی قوم دیگری را در واقع تلف نکند، ستمگری نشود، بی‌عدالتی نشود. اون اظهار نظر که اظهار نظر مبتنی بر همه ارزش‌های انسانی و حقوقی و ارزش‌های حقوق شهروندی و میثاق‌های بین‌المللی بود. اظهار نظر روشن بود مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر. مطابق این اعلامیه هیچ کسی به عنوان مقام دولتی یا به عنوان یک گروه یا حزب ندارد حق و حقوق اقوام دیگری را در یک سرزمین در واقع مورد حمله قرار بده و حذف بکند. چه حقوق شهروندی به عنوان یک شهروند، چه حقوق اقوام، چه حقوق ملت‌ها، حقوق مذهبی، حقوق زبانی و غیره. اظهارات ریاست محترم جمهوری تاجیکستان در چارچوب این میثاق‌ها و معیارهای شناخته شده و محترم بین‌المللی بود که طبعا آقای حکمتیار اینا را نمیفهمه، این معانی را نمیشناسه و از اونها اطلاعاتی هم ندارد. بنابراین این که در یک کشوری وقتی حادثه اتفاق میفته، فرض کنید انقلاب میشود، جنگ میشود، صلح میشود، حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق اساسی شهروندان کشور رعایت شود، اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت شود، این مداخله نیست، این دفاع از یک حق بزرگ جهانی است که در کنوانسیون‌های بین‌المللی آمده است و چی افراد به عنوان شهروندان، چه به عنوان مقامات دولتی، چه به عنوان فعالان سیاسی حقوق بشری، شاعر، نویسنده، سیاستمدار، اینا هم حق دارند که در این رابطه ابراز نظر بکنند و نگران این باشند که حقوق اساسی شهروندان و حقوق اساسی آدم‌ها تلف نشود، حقوق اقوام تلف نشود، حق زبانیشان مورد تعدی قرار نگیرد. این یک امر مسلم بین‌المللی است و هر وجدانی آگاهی در سطح جهانی نسبت به مسائل افغانستان نگران است و اگر بخواهد ابراز نظر درست بکند و با عقلانیت سیاسی عمل کند، مسلماً همین گونه ابراز نظر میکند. یعنی اینکه ما نگران سرنوشت یک مردمی هستیم که در همسایگی ما قرار دارند و باید عدالت رعایت شود و کسی مورد خشونت واقع نشود. نکته دومی که در این مسئله مورد بحث قرار گرفت، مسئله چگونگی مراجعه برای مردم برای رسیدن به یک دولتی مورد مصالحه بود، به یک دولتی در واقع توان با آشتی و همشمول بود که باز این بحثی بود که بیش از یک سال از در دوحه در قطر نماینده های مختلف، جناهای مختلف از افغانستان، از کشورهای مهم، آمریکا، چین، روسیه، پاکستان و خیلی کشورها دخیل هستند و بحث این بود که یک انتقال
آرام و آسان بدون خونریزی قدرت صورت بگیرد که در این انتقال قدرت دولت انتقالی با وجود بیاد. طالبان هم در این دولت انتقالی شرکت بکنند، یک آدم بی‌طرف ریاست این حکومت به عهده بگیرد، قانون اساسی بازبینی شود، یک زمانی حالا 18 ماه 12 ماه حکومت موقت برای ایجاد یک دولت باثبات حالی از طریق انتخابات یا راه حل های دیگری که خود این دولت موقت مد نظر میگیرد روی دست گرفته شد به این دولت ساخته شد که باز مطابق اون بحث‌های بود که در دوحه جریان داشت و در چارچوب قوانین بین المللی بود و در چارچوب بحث‌هایی بود که ما به نام ترویکای اول، ترویکای سوم و نمیدونم دوم گسترده هم داشتیم این بحثایی که مطرح شد. بنابراین همه نظارت در چارچوب این ساختارهای درست حقوقی مربوط به صلح و جنگ مسائل بین المللی بود و ارزش‌های جهانی حقوق بشر. آقای حکمتیار اینا رو نفهمیده بود و آمد گفت که خب شما متوجه حقوق اقلیت‌ها در کجا باشین؟ در تاجیکستان باشین. اینجا یک کشوری است که حقوق همه اقوام تاجیک‌ها اینجا زندگی میکنن، حقوق اقوام رعایت میشود. اینجا همه شهروندان تاجیکستان هستن، حقوق برابر دارن. یک کشوری از دارای صلح و ثبات و بر سراسر این کشور امنیت حاکم است از شمال و جنوب و شرق و غرب. من همه اینجا را سفر کردم، شب و روز هیچ جای شما با عدم امنی مواجه نمیشین و روبرو نمیشین. یک کشور با ثبات مدرنی هست که با چارچوب‌های پذیرفته شده بین المللی در سطح جهانی مطرح است و کار خوش به عنوان یک کشور محترم پیش میبرد. آقای حکمتیار اما یادشان رفته بود که وقتی در دهه 70 طالبان آمدن برای افغانستان مسلط شدن و ایشان پناه برد به جبل سراج نزد قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود، از اونجا به تخار و فیض آباد و از اونجا به تاجیکستان آمدن، یعنی به اینجا مهاجر شد آقای حکمتیار. و ریاست جمهوری تاجیکستان جناب امام علی رحمان اجازه داد که حکمتیار به عنوان یکی از فعالان سیاسی حالا عقب مانده یا پیشرفته یا آدای مدرن یا غیر مدرن، چون متعلق به افغانستان است و متعلق به یک کشور همسایه است و مورد فشار قرار گرفته است، این حق همسایگی هست که آقای حکمتیار اجازه داده شود که وارد خاک تاجیکستان شد. با دستور ریاست جمهوری تاجیکستان آقای حکمتیار وارد خاک تاجیکستان شد، با وجودی که شکست خورده بود و فرار کرده بود و این فرار هم بعد از جنگ‌های بسیار طولانی علیه دولت استاد ربانی صورت گرفت. یعنی طالبان آمدن و اون بحران ایجاد شد، با وجود دشمنی‌هایی که با دولت استاد ربانی داشت، با وجود مخاصمت‌های گسترده با شهید احمد شاه مسعود و طور کلی با اقوام تاجیک و ازبک و هزاره و غیره درگیری‌هایی که ایجاد کرد و یک دولت با خطر مواجه ساخت، باز در تاجیکستان به عنوان یک مهمان پذیرفته شد و اینجا از او امنیتش حفظ شد، حفاظت شد، عزت شد، نان و نمک تاجیکستان خورد، نان و نمک دولت تاجیکستان خورد و به دستور دولت تاجیکستان و تحت حمایت دولت تاجیکستان برای ایشان ویزا داده شد که هر جای میخواد برد. خب طبعا اینا گفتن میخواد به ایران بره. حکمتیار از دوشنبه از تاجیکستان پرواز کرد و به جمهوری اسلامی ایران رفت، اونجا پناهنده شد. چطوری ممکن است یک آدمی که ادعا داره که امیر اسلامی یک حزب اسلامی از الجزاء الاحسان علی الاحسان و جزای احسان است در شریعت ما، در دین ما، چطوری نمک ناشناسی میکند و اون مرحله که جانش تاجیکستان و دولت تاجیکستان نجات داد را فراموش میکند و بعد حمله میکنه، میگه که شما متوجه این باشید یا متوجه آن باشید. او هم در یک کشوری که گرفتار جنگ‌های خونین داخلی است و جنجال‌ها و گرفتاری بسیار زیادی داره. بنابراین در عین حال که آقای حکمتیار نسبت به جمهوری تاجیکستان و نان و نمک که اینجا خورده بود بی حرمتی کرد، نمک نشناسی کرد، یاد ما هست و صداش ثبت است، سخنرانیش وجود داره. گفت که ما وقتی که ایران رفتیم احمد شاه مسعود می‌خواست ما را بکشه، ما را به قتل برسانه، ترور بکنه. خب اگر احمد شاه مسعود می‌خواست تو را ترور بکنه، تو که در اختیار احمد شاه مسعود بودی. از جبل سراج تا تاجیکستان در هواپیماهای متعلق به احمد شاه مسعود انتقال کردی. بعد در تاجیکستان این دولت تاجیکستان تو را حفظ کرد، امنیت و زندگی تا و امکان داد زمینه مسائل ساخت به ایران سفر بکنی. اونجا هم رفتی گفتی که احمد شاه مسعود می‌خواست ما را بکشه. خب از یک آدمی در این سن سال واقعا بعید است که ادعای رهبری یک حزب داره و بعد یک اتهام وارد میکنه به کسی که مثل آفتاب روشن بود که جانش را نجات داد. جان در دست خداوند است، اما یک وسیله شد احمد شاه مسعود که کمک کرد به تاجیکستان بیاد و دولت تاجیکستان هم به ایشان اجازه داد که همینجا محترمانه زندگی بکنه و بعدم به ایران سفر بکنه.
بنابراین اونها مداخله نیست. آقای حکمتیار معنی مداخله رو نمیدارد. صحبت‌های رئیس جمهور تاجیکستان صحبت‌های یک مقام بزرگ درجه اول خلق تاجیک بود، رئیس جمهور تاجیکستان بود و رئیس جمهور یک کشور همسایه بود که در سالهای بسیار سختی به مردم افغانستان کمک کرد، در سالهای جهاد، در سالهای مقاومت. در هر حال آنچه تاجیکستان در اختیار داشت از مردم افغانستان، به خصوص در دهه 70 که طالبان جنگ سنگین رو در افغانستان شروع کرده بودند، دریغ نکرد. آقای حکمتیار به جای این برمان یک مسلمان سپاسگزار باشد، برعکس حمله کرد و در واقع می شود گفت که اون خاص نان نمک کم نداشت و با اون امر اسلامی هل جزاء الاحسان و الاحسان اعتنایی نداشت. مسلما مردم افغانستان دشمنی آقای حکمتیار را با همه تبارهای غیر خودش میدانند، به خصوص با فارسی زبان ها و تاجیک زبان ها یا دری زبان ها و همین ترتیب با مردم تاجیکستان و با جریان هایی که به هر حال متعلق به یک زبان و فرهنگ هستند. این آشکار است و مردم افغانستان درباره اظهارات حکمتیار داوری خواهند کرد و مسلما او را محکوم خواهند کرد.